سلام بچه عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سلامت باشین. بچه تازه در یوتیوب فعالیت شروع کردیم. ویدیو جدیدم است، ویدیو تازه هم است، یعنی آموزش 120 FPS پابجی موبایل است. من اینجا درست براتون آموزش میتونم. یکی چیز کردیم براتون 120 FPS جور میشه که لگتان هم کم میشه. اول میایین در قسمت گوگل سرچ میکنیم 90 FPS. این پایینیش دانلود میکنین سرخش خواه بچه ها. ببینین که از ما دانلود است، خود من فعال کردیم. بعد از این که چیز کردیم اصول میکنیم شیزیکو دانلود میکنیم. خواه شیزیکو باشه، از جا شیزیکو دانلود میکنیم. اینی برنامه است بچه ها. سیکو ایرم ما دانلود دارم، میزنه میره باز شود. خب بچه سیکو در حال اجرا است، از من اونجا جور است. این خط وسطی رو میبینین، ایرم میزنیم. ایره که زدین شیائومی باشه 99% من مطمئن هستم که این ایرور در گوشیتان میآید. میرین اینجا اول اعلانایش فعال میکنین، بعد از میایین اشکال زدای USB این را فعال میکنین. میبینین که بچه از ما فعال است. بعضی اعلام باشه ما فعال کنیم ببینین. بعضی اعلام های خطر هیچ مشکل نداره. اینجا تیکش پر میکنین، 2 ثانیه پر شود. بعد از اون میایین اشکال زدای بیسیم تنظیمات اشکال زدای USB تنظیمات امنیت این را چیز فعال میکنیم. ببخشید بچه میزنید در بعدی، اصلا خطری نداره، در گوشیتون هیچ آسیبی نمیزنه. بازم میریم بعدی، هشدار ما. بازم میریم پذیرفتن میزنیم، تمام شده. بعدش میریم اشکال زدایی بیسی روی از یک کلیک کردین این روشن میکنیم بچه ها. تایید میزنین، یک بار دیگه این رو میزنین. این کوته 87 11 75 87 11 75 بود. این بود نه همیسته. این رو میزنیم. اینجا دیگه کار ما تمام است. اینجا روشن شد. از اینجا کلن میبریم بچه ها. ببینین که در حال اجرا نمی باشد است. این خط استارت میزنین. خب این دقیقه کنین. ببینین در حال اجرا است. باز میزنین قسمت تنظیمات، در 90 FPS اجازه دسترسی میدیم بچه ها. اجازه دسترسی که دادین اینجا دیگه تمام شد. کلا کار ما چیزی که تمام شد. او ببخشید بچه ها، اول میین در قسمت تنظیمات، اینجا که آمدین شیائومی گوشیتان 7 بار اینی را کلیک میکنین. خب 7 بار که را کلیک کردیم، بعد از اون حساب شیائومی یک حساب میزنین، ورود با گوگل میزنین. تمام شد. تیکش فعال میکنین، تمام است. اینجا باشه من براتون یک دفعه توضیح بدم. این را میزنین، ورود با گوگل میزنین بچه. خب متصل امنیت حساب میزنین، گذر رو کلیک میکنین. ارسال میزنین، باز در جیمیلتون کد ارسال میشه. باز اون کدی که در جیمیل ارسال شد اینجا میزنین. خب اینجا کار ما تمام است. حالا میرم داخل چی 90 120 FPS. یکی از عربیستان این برنامه فکر کنم یک وقت فقط یکی کوتاه آمد. میزنین بچه ها گلوبال انتخاب میکنین. اینجا آموزش هم میگه که اون گلوبال که انتخاب کنین 120 FPS سرچ میکنین، انتخاب میکنین. کلیک دست راست شنه، دست چپ شه میزنین. اپلی فول ایره که زدین ایره میزنین، تم صبر میکنین. در حال گسترش چیز است. باز از این میبرین DNS دارین یا الکترو یا VPN روشن میکنین. باز میزنین روی پابجی موبایل.
بچه از یادتون نره اول میرین در قسمت تنظیمات اجاره که گفتم 7 بار اجاره کلیک میکنین. بعد از اون میرین در حساب گوشتون اگه شیائومی باشه میزنین یک شیائومی اکانت جور میکنین، تمام از سه کنین. اینجا آمده خواه اما اوکی نمیکنم، اینترنت ایران است دیگه. خیلی معذرت. میاین قسمت ستیم سی کنیم بچه ها. این از 120 فرستیم. امیدوار هستم که حمایت کنیم بچه ها. اگه خواستین کامنت بدین، ویدیوهای نو میسازم براتون. فعلا خدا یارتون.